دوستان سلام. در خبرها حتما شنیدید دیگه که جمهوری اسلامی در تلاش هست که مذاکراتی رو با آمریکایی‌ها شروع کنند در ترکیه. برخی از منابع غربی هم خبر دادند که به نظر میاد تا همین هفته مذاکره بین ویتکاف و احتمالا عباس عراقچی در ترکیه آغاز خواهد شد. این مذاکره حالا از هر سمتی داره در موردش صحبت میشه و مواردی گفته میشه. من امروز میخوام راجع به این صحبت بکنم که این مذاکره اساسا به چه دلیل داره انجام میشه. آیا قصد تسلیم کامل داره جمهوری اسلامی یا اینکه نه زمانی میخواد که در واقع جنگ رو فعلا تا اونجایی که ممکنه به تعویق بندازه تا بشه یه فکری کرد برای آیندهش دیگه، چون الان جمهوری اسلامی دیگه در این مقام نیست که بتونه به مذاکرات جامع و چیزهای شبیه این فکر بکنه، برنامه بلند مدت بریزه. باید یک هفته دو هفته برنامه‌ریزی کنه. اگه یادتون باشه مسئولان ترکیه، هم وزیر خارجهش، هم فکر میکنم اردوغان هم گفت، پیشنهاد کرده بودن به آمریکایی‌ها که بیا مذاکره رو به جایی که رو همه موضوعات باشه یه موضوع بریم جلو. این پیشنهاد ترکیه نبوده. این پیشنهاد عباس عراقچی بوده که گفته که ما سر یک موضوعی که در واقع میتونیم عقب نشینی کنیم بیایم گفتگو بکنیم تا شاید اون کمک بکنه به جمهوری اسلامی برای اینکه از زیر این خطر جنگ فوری فعلا بیاد بیرون. اون موضوع چیه؟ اگه یادتون باشه همین عباس عراقچی در آنکارا وقتی که داشت در نشست خبری در استانبول وقتی در نشست خبری شرکت کرد، تأکید کرد که جمهوری اسلامی برنامه دفاعی خودش رو کنار نمیذاره و هیچ حرفی از برنامه هسته‌ای نزد. از همونجا مشخص بود که آرام آرام جمهوری اسلامی داره آماده میشه تا از برنامه هسته‌ای خودش عقب نشینی کنه. پیغامی که الان از سمت جمهوری اسلامی منتقل شده به آمریکایی‌ها اینه که در برنامه هسته‌ای به طور کامل شروط ترامپ رو میپذیرن، به شرط آنکه در هیچ برنامه دیگری عقب نشینی نکنن. یعنی فعلا این پیغام اول این شکلی است، یا حداقل اینکه فعلا سر برنامه هسته‌ای توافق کنیم. در این برنامه هسته‌ای پذیرش اورانیوم غنی کردن 0% رو پذیرفتن، پذیرش تحویل دادن اورانیوم 60% که 400 کیلوگرم هست رو پذیرفتن، از کار انداختن این سه مرکز فورد و نتنز و اصفهان رو پذیرفتن، ولی همچنان تاکید میکنن، یعنی اون چیزی که به عراقچی اجازه داده شده اینه که سر برنامه موشکی حتی یه قدم عقب نشینی نکن. حالا سوال اصلی اینه که آیا جمهوری اسلامی قصد تسلیم مرحله‌ای داره یا اینکه نه نهایتا تو همینجا میخواد عقب نشینی کنه؟ ولی اینکه اینجا یک سری پیشنهادات اقتصادی چرب و نرمی هم به آمریکایی‌ها داده باشه که ما به ازای اون هم بخشی از تحریماش برداشته بشه، طبیعتاً این آپشن حمله نظامی هم برداشته میشه دیگه، آمریکایی‌ها برمیگردن. آیا فقط همینه یا اینکه قصد تسلیم کامل داره؟ اگر همین باشه، اگر فقط برنامه هسته‌ای باشه، من همینجا تاکید میکنم که چند بار هم روزهای قبل حرف زدم، امکان نداره که آمریکایی‌ها این توافق رو بپذیرن. دلیلش هم خیلی روشنه. تهدید فوری و جدی جمهوری اسلامی برنامه موشکیشه. اصلا همون چیزیه که جمهوری اسلامی معتقده، علی خامنه‌ای معتقده باعث بقای این حکومت شده برنامه موشکیه و همان چیزی که ابزار باجگیری این حکومت از جهان شده همین برنامه موشکی. تمام آن چیزی که در این جنگ 12 روزه برای این حکومت مانده بود و آن همه خسارت به اسرائیل زد برنامه هسته‌ای نبود که برنامه موشکیش بود. بعد از جنگ 12 روزه اون چیزی که باعث شده که اینها بتونن همچنان تهدید کنن همه رو، یعنی ابزار جنگ پیش دستانه علیه اسرائیل مطرح بکنن، ابزار این که ما مقابله میکنیم مطرح بکنن، همین برنامه موشکیه. روزی که ترامپ برگشت گفت که اگر معترضان رو بکشی من به حمایت از اونها میام، جمهوری اسلامی با قدرت اومد چند ده هزار نفر رو کشت. چه چیزی باعث شد که این کارو بکنه؟ برای اینکه وقتی که ترامپ لشکرکشی میکنه میاد منطقه، تمام منطقه رو تهدید میکنه به یک جنگ بزرگ. با چی تهدید میکنه؟ برنامه موشکی. اگر همین الان ترامپ بپذیره
برنامه هسته‌ای رو توافق کنه باش و فرض کنید 4 تا شرکت آمریکایی هم در ایران مستقر کنه و از اینجا هم پاشه بره، جمهوری اسلامی همین الان برنامه موشکی چند برابر میکنه. دوباره روز از نو روزی از نو. اینه که اساساً هیچ توافق بین ترامپ و علی خامنه‌ای بدون اینکه برنامه موشکی حکومت کنار گذاشته بشه امکان نداره. تازه الان که نه، 8 سال پیش که ترامپ نه تحریم ها رو شروع کرده بود و نه جمهوری اسلامی در چنین مضیقه‌ای بود و نه نیروی نظامی دم درش داشت، ترامپ تأکید کرد که برنامه موشک‌های بالستیک جمهوری اسلامی بخشی از برنامه هسته‌ای این کشوره. درستم میگه، قبلا عرض کردم تنها کشوری در جهان که موشک‌های بالستیک با برد زیاد داره و کلاهگی هسته‌ای نداره جمهوری اسلامیه. اون 9 کشور دیگری که موشک‌های با این برد تولید میکنن همشون کلاهگی هسته‌ای دارن و جمهوری اسلامی اساسا به همین دلیل این موشک‌ها رو ساخته. منتها یه استفاده دیگه هم داره ازش میکنه، همین استفاده مثلا در جنگ‌ها انبوه موشک‌ها برای عبور از سامانه دفاعی، به طوری که همین موشک‌ها بتونن اگر به شکل انبوه شلیک بشن خساراتی در حد سلاح هسته‌ای وارد بکنن. یعنی تمام قصه همینه دیگه. بعد از اون زمانی که ترامپ اون حرف تا الان بارها و بارها تکرار کرده، حتی زمانی که تحریم‌هاش هنوز ابتدای راه بود گفت بدون این قصه توافق نمی‌کنه. الان که تحریم‌ها به اوجش رسیده، جمهوری اسلامی به اوج ناکارآمدی و ضعف رسیده، سپاه پاسداران دیگه جهان پذیرفتن یک سازمان تروریستی هست، یعنی این رو هم پذیرفتن و در گام آخر نیروی نظامی آمریکا دم مرزه، مگر امکان داره آمریکا بدون گرفتن این برگرده؟ جمهوری اسلامی هم بسیار بعید، حتی اگر بخوام راحت بگم غیر ممکنه که این رو بده، چون اگر این رو بده به معنی خلع سلاحه. همین الان هم رسانه‌های سپاه دارن می‌نویسن که ما حاضر شدیم برنامه هسته‌ای رو بدیم اما اونها میخوان ما رو خلع سلاح کنن. بله دقیقاً میخوان خلع سلاحت کنن. تازه فقط این نیست که اگر برنامه موشکیتون رو بگیرن شما باید، مگه نمیخوای این شرکت‌های جهان پاشن بیان در کشور سرمایه گذاری کنن؟ شما باید از لیست سیاه در بیایی. شما باید همه این بندهای FATF بپذیری، باید CFT و پالرمو رو بپذیری. خب در کشور خودت یک نهاد تروریستی وجود داره به نام سپاه پاسداران. شما اگر بپذیری CFT رو، اول باید اون سپاه پاسداران رو به طور کامل ایزوله کنی. هر شرکتی که بخواد با اون کار بکنه که نمیتونه با جهان کار کنه. پس باید چه کار کرد؟ شما باید اول از همه سپاه پاسداران رو از فهرست گروه‌های تروریستی در بیاری. یعنی شما حتی اگر هم موشکت هم بدی، تا سپاه پاسداران رو از فهرست گروه‌های تروریستی در نیاوردی شما اصلا حل نمیشه که. پس برای اینکه اون در بیاد باید این ارتباطش با گروه‌های تروریستی رو قطع کنه اول. پس باید همه نیابتی‌ها رو بدی بره. بعد در داخل کشورت هم باید به مثابه یک گروه تروریستی رفتار نکنی. یعنی تو اساساً این که آمریکا از این نقطه برگرده، اسرائیل از این نقطه برگرده و این حکومت بتونه روال عادی حکومتش از سر، تازه اون موقع خواهم گفت چی میشه، از سر بگیره، این امکان پذیر نیست مگر با تسلیم کامل. یعنی برنامه هسته‌ای، موشکی و نیابتی رو در وهله اول باید کلا بدی بره. اصلا امکان نداره که بدون دادن این. حالا شما میتونی مذاکره رو با هسته‌ای شروع کنی، یه هفته 2 هفته رو موضوع هسته‌ای صحبت بکنی، بعد باید بلافاصله بری رو موضوع موشکی هم صحبت کنی، وگرنه چیزی عوضی میشه که همین الان ناوهای آمریکا اینجان، جنگنده ها اینجان، ارسال تجهیزات انجام میشه. همین الان یه ناوگروه بزرگ جورج بوش در راه دیگه، اون هم میرسه و آمریکا آماده حمله میشه. پس باید اگر میخواهید که این حمله به طور کامل منتفی بشه، تحریم ها شروع کنه برداشت شدن، باید تسلیم کامل بشید. حالا سوال اصلی که برای ما مطرح میشه اینه: اگر جمهوری اسلامی تسلیم کامل بشه و حاضر بشه برنامه موشکی، هسته‌ای، نیابتی هاشو بده، آیا این به نفع مردم هست یا به ضرر مردم؟ پاسخ قطعی من اینه: کاملا به نفع مردمه. ببینید، توافقی به ضرر مردم هست که توافق سوری باشه، یعنی جمهوری اسلامی در یک موضوعی مثل هسته‌ای، مثل برجام بره توافق کنه
ماهیت این حکومت عوض نشه. حکومت جمهوری ماهیتش حفظ بشه، ابزار تهدید علیه جهان و مردمش رو همچنان حفظ کنه، همچنان قصد نابودی اسرائیل رو داشته باشه، همچنان سپاه پاسداران بدون ترس از زمین و زمان در داخل کشور و بیرون کشور اقدام قتل عام کنه. در چنین شرایطی اگر آمریکا یا هر کس دیگری توافق کنه با این حکومت، به ضرر مردم ایران است. اما اگر توافقی انجام بشه که معناش از معنا تهی شدن جمهوری اسلامی باشه، همه ابزارهای تهدید حکومت ازش گرفته بشه، جمهوری اسلامی اگر ابزار نیروهای نیابتی و موشکی رو نداشت، امکان نداشت در تهران بتونه چنین کشتاری را بندازه. این کشتاری که راه میندازه از یک حس اطمینان میاد، اطمینانی که هیچ کسی با من کاری نمیتونه انجام بده، چون اگر کاری انجام بده من زمین و زمان رو با آتش میکشم. اگر این ابزار به طور کامل از جمهوری اسلامی گرفته بشه، همه آن چیزی که مردم ایران میخوان به قیمت جنگ و بمباران و کشته شدن و کشتن فراوان انجام بدن، بدون همه این خسارت ها در یک زمان کوتاه به دست میارن. همه آن چیزی که شما به عنوان ما به عنوان مردم ایران میخوایم از این حکومت بگیریم، اگر جمهوری اسلامی تسلیم کامل بشه. ببینید، برگردیم دوباره به زمان برجام. در برجام جمهوری اسلامی سر هسته‌ای توافق کرد، تحریماش هم برداشت، یه پول کلان هم گرفت. مردم هم تازه اون موقع کاملا حامی حکومت بودن، هنوز نه دی 96 نه آبان نه مهسا نه این کشتار اخیر رخ نداده بود. یعنی جمهوری اسلامی یک سطحی از مشروعیت داشت. چند سال قبلش رو حسن روحانی رو با اون رأی 20 میلیونی وارد دولت کرده بودند، بعد اومد برجام رو امضا کرد، پس از برجام با اوج محبوبیت مجلس رو گرفتن، بعد دوباره انتخابات 96 24 میلیون رأی روحانی میاره. درسته؟ یعنی چه شرایطی که به لحاظ محبوبیت هیچ مشکلی نداره، اما یک مسئله رو با جهان حل کرده، مسئله هسته‌ای. تازه اونجا هم داره فریب میده، داره پنهانی کارهای دیگه میکنه و تهدید اسرائیل، مسئله موشکی، مسئله حقوق بشر، همه مسائل دیگهش. یعنی جمهوری اسلامی همون مسئله است، فقط در یک موضوع تاکتیکی عقب نشینی کرده و یه عالم هم پول به دست آورده به لطف حماقت آقای اوباما. حالا بعد چی شد؟ 6 ماه بعد دی 96 رخ داد. یعنی شما به عنوان حکومت جمهوری اسلامی اگر بخواهی همه آن چیزی که هویت این حکومت هست و بدی، که دیگه اون توافق برجام نیست، شما جلوی مردم ایران دیگه تیغت نمیبره. آیا همه مسائل مردم حل میشه؟ نه، هیچ کدوم حل نمیشه. به همین خاطر میگم که مردم ایران امکان کنشگری بی هزینه یا خیلی کم هزینه اون موقع پیدا میکنن، چون سپاه پاسداران باید رفتاری انجام بده که از فهرست گروه‌های تروریستی بیرون بیاد. 1. 2. همه ابزارهای تهدید علیه همسایگان از بین میره. حکومت جمهوری اسلامی تبدیل به برده آمریکا خواهد شد، باید به ساز آمریکا برقصه، چون همه چیزش دست آمریکاست. نظارت بر برنامه موشکی، نظارت بر برنامه هسته‌ای، نظارت بر ارتباط با این گروه‌های شبه نظامی، اصلا بحث تروریسم جمهوری اسلامی دست آمریکاست. حکومتی که برای آمریکا شاخشونه میکشه، میخواد آمریکا و اسرائیل تهدید بکنه، تبدیل میشه به برده آمریکا و اسرائیل. این حکومت نمیتونه مردم رو سرکوب بکنه. حکومتی که به برده آمریکا تبدیل میشه، یعنی حکومت عربستان سعودی نیستا که با پولش برای آمریکا خط نشان میکشه، نه، این حکومت به برده آمریکا تبدیل میشه. در چنین شرایطی قطعاً تمام مسائل مشکلات این حکومتی که سر جاش هست برای مردم امکان کنشگری، اعتراض و حتی براندازی رو به راحتی فراهم میکنه. ببینید، وعده هایی که خیلی از طرفداران همین حسن روحانی به مردم میدادن و میدن هنوزم، که اگر با آمریکا توافق بکنیم فلان چیز و فلان چیز حل میشه، خیلی از مسئله آبمون حل میشه، مسئله فساد ساختاریمون حل میشه، خیلی از این
مشکلات حتی با سرنگونی جمهوری اسلامی هم به صورت حل نمیشه. یعنی اگر همین فردا حکومت سرنگون بشه، بلافاصله تثبیت بشه حکومت بعدی و مناسباتش رو با جهان عادی کنه، این یک کشور نرمال با آمریکا، اسرائیل همه رابطه برقرار کنه، حل خیلی از مشکلات 5 سال تا 10 سال طول میکشه. این دروغه که فکر کنید که اگر الان این حکومت تبدیل بشه به برده آمریکا و برنامه موشکی و هسته‌ایشو بده، تحریماش هم کم کم شروع کنن برداشته شدن، بعد شرکت هم بیان، این مسائل به سرعت حل میشه. نه، حل نمیشه. ساختار فاسد این حکومت که حل نمیشه. شما از این حکومت بخواید عناصر فاسد رو کم کم بیرون بکنی، خودش یک دهه طول میکشه اگر بخواد این سیستم حفظ بشه. اینه که اساساً من سر سوزن نگران نیستم بابت مطالبات مردم از این حکومت، مطالباتی که میتونه از تغییرات ساختاری شروع تا براندازی هم بره، تا تغییر سیستم حقوقی هم بره، تا رسیدن به اون رفراندوم هم بره. من سر سوزنی ناراحت نیستم اگر این حکومت تن بده و تسلیم کامل. ولی خب دقیقاً به همین خاطر هست که علی خامنه‌ای تن نمیده و تسلیم کامل. اصلا علی خامنه‌ای همین رو بارها گفته که اگر من برنامه هسته‌ای و موشکی و نیابتی و همه اینها رو بدیم، اساساً اونها در پشت اون مرز نمیمونن و تا ساقط کردن حکومت پیش میرن. درستم میگه. به همین دلیل هم هست که تن نمیدن. برنامه هسته‌ای رو الان مذاکره میکنن، میدن، چون از بین رفته، چون وجود نداره. همین الان شما برگردی به قبل از اون جنگ 12 روزه، این یکی رو هم نمیده. برای اینکه علی خامنه‌ای میگه ابزارهای قدرت من ابزارهایی هست که آمریکا رو اون پشت نگه میداره. اونجا هم اگر اسرائیل اون ریسک رو نمیکرد، اون جنگ 12 روزه با اون قیمت راه نمینداخت، برنامه هسته‌ای از بین نمیرفت در نهایتش، الان این هم دست علی خامنه‌ای یک برگ برنده برای تهدید جهان بود. ولی الان اون رفته، چیزی وجود نداره. این که مذاکره کنن که بگن که ما این رو هم میدیم بره، در واقع دارن شرطی رو میپذیرن که اصلا وجود نداره. موضوع اصلی که آمریکایی ها طلب میکنند که اگر جمهوری اسلامی او را بدهد، آن را بدهد، کیلومترها سقوط میکنه برنامه موشکیشه و بعد هم برنامه نیابتی هاش، بعد هم بحث تروریستی بودن سپاه پاسداران. اینها بحثایی هست که جمهوری اسلامی اگر بده به سمت سقوط حرکت خواهد کرد. اما من بسیار بعید میدونم که از این مرحله جلوتر بره و تا همین مرحله مذاکره میکنه. من این مذاکرات رو مذاکره برای خریدن زمان میبینم، به تعویق انداختن جنگ. یعنی یک پیشنهادی گذاشتن روی میز، گفتن که آقا ما برنامه هسته‌ای هر چی دارم بخوام میدیم. اونها هم طبیعتاً در چنین شرایطی میان پای میز مذاکره، ببینن که این دستاورد رو به دستاورد بعدی تبدیل میشه کرد یا نه. اگر بشه کرد ادامه میدن، اگر نشه کرد که همون مسیری که در نظر گرفتن رو پیش میبرن. هیچ چیزی بیشتر از این نیست. ناو هواپیمابر جورج بوش در راه اون میپیونده به منطقه و پس از اون حمله آمریکا میتونه هر لحظه آغاز بشه. چیزی که من از رفتار ترامپ حتی اونجایی که عملیات نظامی انجام میده برداشت میکنم، اینه که آمریکایی ها مثل اسرائیلی ها نمی جنگن. اسرائیل وقتی جنگ 12 روزه شروع کردن، یک سطح زیادی از خسارات رو هم تحمل کردن، یعنی پذیرفتن، حتی بیشتر از اون هم حاضر بودن بپذیرن. یعنی اسرائیل ها میپذیرن در یه جنگ از بین ببرن برنامه تهدیدی طرف مقابل رو، خسارات هم ببینن. ترامپ این گونه نمی جنگه. ترامپ زمانی که میخواد وارد جنگ بشه، خسارت رو به صفر نزدیک میکنه. به همین خاطر باید مهیب، قدرتمند و پرتعداد حمله کنه و در روزهای کوتاه هم حمله کنه، چون جنگ رو طولانی هم نمیکنه. اینه که طبیعتاً برای اینکه بتونه مهیب حمله بکنه باید ابزار و ادوات بیشتری رو بیاره. خب طبیعتاً یک هفته 2 هفته دیگر آمدن این ناو جورج بوش به منطقه طول میکشه. همین زمان کافیه برای ادامه مذاکرات ترامپ با جمهوری اسلامی. تو همین 1-2 هفته میتونه مشخص کنه که آیا این حکومت آماده تسلیم کامل هست یا اینکه نه، صرفا میخواد تاکتیکی در یک حوزه عقب نشینی کنه. شکی وجود نداره
که جمهوری اسلامی یک لیستی از تهدیدها رو روی میز گذاشته. اصلا شکی وجود نداره. این تهدیدها میتونه از به آتش کشیدن منطقه شروع بشه تا اینکه این اورانیوم 60% رو مثلا من گم و گور میکنم، میفرستم مثلا دست یک کشور ناباب. حتی این هم میتونه ابزار تهدید باشه. و رئیس جمهور آمریکا برای اینکه حمله بکنه و چین حکومتی رو ساقط کنه و ابزار در واقع تهدید او رو ازش بگیره، باید برنامه‌ریزی کنه. این برنامه طول میکشه. این میتونه ترکیبی از مذاکره، تهدید و برنامه‌ریزی رو باید با هم پیش ببره. شکی وجود نداره که آمریکایی‌ها میدونند که جمهوری اسلامی چه شر مطلقی است. شکی وجود نداره. و شکی وجود نداره که میدونند که این فرصتی که الان فراهم شده اگر از دست بره به این راحتی ها تکرار نمیشه. اما اگر کسی رئیس جمهور آمریکا باشه به عنوان قدرتمندترین کشور جهان که باید مسائل جهان رو به شکل پایدار حل کنه، باید برای این مسئله برنامه‌ریزی کامل داشته باشه. این حکومت در روزهای پایانی خودش قرار داره. جمهوری اسلامی، بسیار حکومت‌ها در چنین موقعیتی خطرناکن، به ویژه حکومتی که سالها رها شده تا ابزارهای تهدید رو بسازه. طبیعتاً هم برنامه موشکیش، هم همون اورانیوم 60% که الان پنهان کرده که الان گزارش ها اومده داره آرام آرام برداشتش میکنه، و هم سایر ابزارهایی که حکومت در اختیار داره، ابزارهای تهدید این حکومته. اگر اینها رو یکی یکی آمریکایی ها بخوان برطرف نکنند و بیگدار با آب بزنن، وارد جنگ بشن، یک مسئله رو حل میکنن و چند مسئله دیگر میسازن. مثلا ممکنه که در خلال این جنگ اونقدر خسارت برای اون سمت به بار بیاد که قیمت انرژی مثلا بره رو عدد بسیار بالا. خب طبیعتاً آمریکایی ها این گونه نمی جنگن. آمریکایی ها با مینیمم کردن خسارت می جنگن. خسارتی که قابل تحمل باشه، خسارتی که لطمه اساسی نه به خودش بزنه نه به جهان بزنه. بنابراین آمریکایی ها این نقطه رو به نقطه پایان وصل خواهند کرد و بهتر از هر کسی میدونن که رها کردن برنامه موشکی، نیابتی و نیروهای سپاه تروریستی در این مرحله بعد چه مصیبتی رو در آینده میسازه. پس این چیزی که ما بخوایم با آمریکایی ها توضیح بدیم، ما بخوایم به ترامپ توضیح بدیم. ترامپ بهتر از هر کس دیگر میدونه، اسرائیلی ها بهتر از هر کس دیگر میدونن. اما اون چیزی که مسلم هست اینه: ترکیبی از مذاکره، تهدید، وادار کردن به تسلیم و در نهایت استفاده از گزینه نظامی هست که حکومتی با مقیاس جمهوری اسلامی رو میتونه به زامو در بیاره. مراقب خودتون باشید و امیدوار به روزهای آینده.